سلام به آکادمی تسلاورس خوش اومدین. امروز میخواییم سومین جلسه از دوره ریاضی عمومی یک از فصل اعداد مختلط رو شروع کنیم. بریم سراغ درسمون. اه، مکان هندسی نقاط در صفحه مختلط. ببینید تا اینجا یاد گرفتیم که هر عدد مختلط z برابر x به علاوه آی رو میتونیم به صورت x و y در صفحه مختلط نمایش بدیم. اکنون میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اگر عدد مختلط z در یک رابطه صدق کنه، مجموع تمام نقاط متناظر با z در صفحه مختلط چه شکلی میشه؟ به این مجموعه نقاط مکان هندسی میگیم. روش حلش هم آسونه. فرم z برابر x به علاوه y آی رو در معادله جایگذاری میکنیم. رابطه داده شده رو به کمک خواص قدر مطلق، مزدوج و غیره ساده میکنیم. در نهایت رابطه نهایی رو بر حسب x و y می‌نویسیم و شکل هندسی اون رو از طریق فرم دکارتی اشکالی مثل دایره، بیضی و حضلولی که از قبل یاد گرفتیم تشخیص میدیم، به وسیله اونا تشخیص میدیم. خب قبل اینکه بریم سراغ درسمون، این سه تا ویژگی از فرم دکارتی دایره، بیضی و حضلولی رو باید به یاد داشته باشید. اه، اینا رو قبلا یاد گرفتید تو دبیرستان. اه، الانم حالا در فصل خودش یاد میگیریم. بازم فعلا تا این حد بدونید که دایره معادله دکارتیش به فرم x منهای h به توان 2 به علاوه y منهای k به توان 2 برابر با r2 هستش. این معادله یک دایره در صفحه دکارتی در هستش که آرمون برابر همون شعاعمون هستش و اچ و کا مختصات مرکزمونه. اگه اچ و کامون برابر با صفر باشه، صفر و صفر باشه، معادله دایره معادله دایری به مرکز صفر و صفر رو نشون میده که برابر میشه با x2 به علاوه y2 برابر با r2. خب در بیضی هم که دایره حالت خاصی از بیضی بود، در بیضی هم معادله دکارتی بیضی به فرم، حالا مرکزش اگر در مبدأ باشه به فرم x2 بر a2 به علاوه y2 بر b2 برابر با یک هستش که آمون بزرگتر مساوی b هست و بیمون بزرگتر از آ هستش که اگر آ و بیمون برابر باشه، معادله دایره یک دایره به مرکز صفر و صفر نشون میده یا مرکز مبدأ مختصات نشون میده. که اگه مرکزش با مرکز دلخواه در نظر بگیریم، رابطه معادله دکارتی بیضی به فرم x منهای h به توان 2 بر a2 به علاوه y منهای k به توان 2 بر b2 برابر با یک مشخص میشه. حضلولی هم شبیه معادله دکارتیش دقیقا شبیه بیضی هستش، با این تفاوت که به جای مثبت اینجا منفی ظاهر میشه و این فرم معادله دکارتی با مرکز در مبدأ هستش و معادله حضلولی با مرکز دلخواه اینجا نوشته شده که x منهای h به توان 2 بر a2 منهای y منهای k به توان 2 بر b2 برابر با یک هستش. خب تا این حد کافیه. بریم سراغ اسلاید بعدی. خب دایره با مرکز مبدأ و به شعاع R. ببینید اینجا میخوایم معادله یک دایره به فرم مختلط رو نشون بدیم که اینجا مشاهده میکنید قدر مطلق Z برابر با R هستش. یعنی این فرم مختلط یک دایره به مرکز صفر و صفر و به شعاع R رو نشون میده.
در مختلط به این شکل هستش. در فرم دکارتی به شکل، حالا در اسلاید قبلی هم خوندیم، دایره با مرکز مبدأ یعنی 0 و 0 به شکل x2 به علاوه y2 برابر با r2 نشون میدیم که اینجا دقت کنید r شعاع دایره هستش و یعنی باید وقتی x2 به علاوه y2 برابر با یه چیزی می نویسیم، اون یه چیز باید توانی از 2 باشه. خب یعنی باید این آرمون دارای توان 2 باشه. مثلا اگه نوشتیم مثلا x2 به علاوه y2 برابر با 4، اینجا شامون برابر با 4 نیستش، اینجا شامون برابر هستش با 2 هستش. یعنی باید به فرم آر به توان 2 بنویسیم که این 2 همون آرمون میشه. خب بریم اسلاید بعدی. مثال داریم اگر قدر مطلق z برابر با 4 باشد مکان هندسی را مشخص کنید. ببینید حالا ما فرم کلیشو اونجا نوشتیم که اگر عدد مختلطی به فرم قدر مطلق z برابر مثلا r نوشتن، این به منزله یک دایره به مرکز 0 و 0 و به شعاع r هستش. یعنی اینجا این مکان هندسی یک دایره به مرکز 0 و 0 و به شعاع 4 رو نشون میده، ولی ما میخوایم اینو حلش کنیم. خب گفتیم باید چیکار کنیم؟ به جای z بنویسیم x به علاوه y یعنی فرم دکارتیشو بنویسیم. خب قدر مطلق z برابر میشه با قدر مطلق x به علاوه y خب که برابر هستش با 4. خب ما اندازه یک عدد مختلط رو چجوری به دست می آوردیم؟ به این شکل رادیکال بخش حقیقی به توان 2 به علاوه بخش موهومی که ضریب آی هستش به توان 2 برابر میشه با 4. خب اگه اینو به توان 2 برسونیم، جواب میشه x2 به علاوه y2 برابر است با 4 به توان 2. خب این فرم دکارتی مکان هندسی یک دایره هستش که 4 همون شامون هستش. خب اینجا هم میتونیم نشون بدیم، یعنی دایره‌ای به مرکز 0 و 0 و به شعاع 4 هستش. آرمون برابر با 4 میشه. خب بریم اسلاید بعدی. خب اینجا میخوایم دایره با مرکز دلخواه و به شعاع R رو مشخص کنیم. ببینید قدر مطلق z منهای z 0 برابر با R فرم مختلط دایره با مرکز دلخواه و به شعاع R هستش. یعنی این z 0 مختصات مرکز دایره هستش و R هم شعاع دایرمون هستش. فرم دکارتیش هم به این شکله که اونجا اگه دقت کردید فقط x به توان 2 به علاوه y به توان 2 برابر با r2 شده بود، چون x0 و y0 مون نقطه 0 و 0 بودن. ولی اینجا میتونیم هر مرکزی رو به عنوان هر نقطه‌ای رو به عنوان مرکز دایره‌مون در نظر بگیریم. اینم از این مثال. اگر z0 برابر با 2 به علاوه 3i باشد مکان هندسی رابطه مقابل رو مشخص کنید. خب ببینید قدر مطلق z منهای z0 برابر با 5. خب ما این چشم بسته با توجه به اینکه اینجا فرم مختلط رو یاد گرفتیم، میتونیم تشخیص بدیم که این مکان هندسی یک دایره به شعاع 5 و به مرکز z0 یعنی مرکز 2 3 داره نشون میده در صفحه مختلط. ولی ما میخوایم اینجا حل کنیم و با حل کردن به این نتیجه برسیم. به جای زدمون فرم دکارتیش رو جایگذاری میکنیم، یعنی x به علاوه y آی رو می نویسیم
اه، قدر مطلق به جا زد می‌نویسیم x علاوه y آی منهای زد صفرمون هم برابر با چی هستش؟ دو منهای دو به علاوه سه آی هستش. خب برابر با 5. خب اینجا میایم دسته میکنیم اعداد حقیقی رو یه قسمت می نویسیم، یعنی x منهای 2 و به اضافه این منفی ضرب میشه y منهای 3 از آی هم یه دونه فاکتور میگیریم برابر با 5 میشه. خب قدر و مطلق گفتیم، اندازه رو چجوری به دست می آوردیم؟ رادیکال بخش حقیقی به توان 2، یعنی x منهای 2 به توان 2 علاوه بخش مهمی به توان 2 که میشه y منهای 3 به توان 2 که برابر میشه با 5. حالا طرفین رو به توان 2 میرسونیم. خب بچه ها دقت کنید، چون اینجا اینا همشون توان 2 هستن و مثبت هستن، میتونیم بدون در نظر گرفتن محدوده و علامت گذاری میتونیم طرفین رو به توان 2 برسونیم. یعنی میشه x منهای 2 به توان 2 علاوه y منهای 3 به توان 2 برابر میشه با 5 به توان 2. خب این همون فرم دکارتی یک دایره به مرکز حالا x منهای 2 رو برابر با صفر در نظر بگیریم برابر میشه با 2 و y منهای 3 رو برابر با صفر در نظر بگیریم برابر میشه با 3. همون فرم x منهای h به توان 2 به علاوه y منهای k به توان 2 برابر با R2 هستش. این معادله یک دایره به مرکز H و K بود به شعاع R. اینجا پس میشه مکان هندسی یک دایره ای، اینجا رو پاک میکنم، یک دایره ای به مرکزش 2 و 3 در صفحه مختلف و به شعاع 5 هستش. خب بریم اسلاید بعدی. دایره آپولونیوس. ببینید اسم عجیب غریب داره، نترسید، یه نوع دایره هستش. حالا چرا بهش میگن آپولونیوس؟ در این حد بدونید، مهمم نیست که دایره آپولونیوس مکان هندسی نقاطی است که نسبت فاصله آنها از دو نقطه ثابت همیشه برابر یک عدد ثابت غیر از یک می باشد. خب به این میگن دایره آپولونیوس. میگم زیاد مهم نیست، فقط ما دایره بودنش برای ما مهمه و فرم مختلطش. یعنی اگه این رابطه رو هر کجا دیدیم باید به یاد این بیفتیم که این فرم یک مکان هندسی یک دایره رو نشون میده. قدر مطلق زد منهای زد یک بر قدر مطلق زد منهای زد دو برابر با کا هستش که در آن زد یک و زد دو عدد مختلط ثابت هستند و با هم برابر نیستند و کامون همواره بزرگتر از صفره و برابر با یک نیستش. در این صورت مکان هندسی یک دایره رو نشون میده. حالا به اون دایره آپولونیوس هم میگه. خب مثال، مکان هندسی نقاطی را بیابی که در رابطه قدر مطلق زد منهای یک و قدر مطلق زد به علاوه یک کوچکتر مساوی سه ست کند. حالا اینجا کوچکتر مساوی سه نوشته، اینم میگم که یعنی چیه اصلا کوچکتر مساوی سه. خب بیایم حل کنیم. به جای زدمون باید فرم دکارتیش که x به علاوه y آی هستش رو جایگذاری کنیم. خب الان میشه این قدر مطلق x به علاوه y آی منهای
یک تقسیم بر قدر مطلق x به علاوه y آی به علاوه یک کوچکتر مساوی 3 هستش. خب ما اینو یه ذره اه، سر و سامون بدیم، قسمت های حقیقیش رو یه جا بنویسیم، x منهای یک به علاوه y آی قدر مطلق داخل قدر مطلق، بعد اینجا هم داخل قدر مطلق x به علاوه یک به علاوه y آیمون رو می نویسیم که کوچکتر مساوی 3 میشه. خب بچه ها ما گفتیم اندازه برابر با رادیکال قسمت حقیقی به توان دو، یعنی x منهای یک به توان دو به علاوه y به توان دو تقسیم بر قسمت اینجا هم حقیقی به توان دو به علاوه y به توان دو کوچکتر مساوی 3. خب اه، چون داخل قدر مطلق و اینا همشون مثبت هستن، بدون اینکه ناحیه بندی کنیم تعیین علامت کنیم، به توان دو میرسونیم طرفین رو و اینجا میشه x منهای یک به توان دو به علاوه y به توان دو تقسیم بر x به علاوه یک به توان دو به علاوه y به توان دو کوچکتر مساوی 3 به توان دو هم که برابر میشه با 9. یه طرف این وسط این کنیم میشه x منهای یک به توان دو به علاوه y دو کوچکتر مساوی 9 در x به علاوه یک به توان دو به علاوه x به علاوه y دو که 9 به هر دوتاشون ضرب میشه. خب اینو میتونیم بازم باز کنیم، این در نهایت میشه، حالا میتونه اینجا جا میشه x2 منهای 2x به علاوه 1 به علاوه y2 کوچکتر مساویه. خب این به توان دو برسه میشه x2، خب ضرب در 9 میشه 9x2 به علاوه 2x ضرب در 9 بشه میشه 18 دو نه x2 به علاوه 2x 2x ضرب در 9 میشه 18 x به علاوه یک به توان دو که میشه یک ضرب در 9 میشه به علاوه 9 و به علاوه در نهایت میشه y به توان دو. خب این شد معادلمون. حالا این رو همشون رو میبریم به یه طرف نامعادلمون، البته این نامعادله هستش معادله نیستش. خب x2 بره اونور میشه منهای x2 با 9x2 میشه 8x2 منهای 2x بره اون طرف راست نامعادله میشه 20x به علاوه یک بره اونور میشه 9 منهای یک میشه مثبت 8 مثبت y، اینم ببخشید این 9y2 میشه، اینم 9y2 میشه. خب چون این 9 در نهایت به مثبت y2 ضرب میشه که میشه 9y2. خب این y2 هم بره اون طرف معادله، طرف راست معادله میشه 8y2 که بزرگتر مساوی 0 میشه در نهایت. این 8y2 رو نوشتیم، آها این 8 رو ننوشتیم، 8 به علاوه 8y2 میشه اینجا، ببخشید بچه اینجا میشه 8، این یک میره این ور میشه 8 به علاوه این y2 هم میره این ور میشه 8y2 بزرگتر مساوی 0. خب حالا باید اینا رو تقسیم بر 8 میکنیم تا ساده تر بشه، این ضریب x2 ساده بشه یک بشه که میشه x2 به علاوه خب این تقسیم بر 8 بشه میشه 20 هشتم یا 5 دوم x به علاوه 8 هشتم برابر با یک میشه
علاوه y2 بزرگتر مساوی صفر. خب ببینید بچه‌ها، ما این نامعادلمون رو باید به فرم مربعی بنویسیم. یعنی چی؟ خب ما دایرمون مگه اینجوری نبود؟ حالا من این با یه رنگ دیگه بنویسم. اه، فرم دکارتی دایرمون اینجوری بود: x منهای h به توان 2 به علاوه y منهای k به توان 2 به توان 2 مساوی با r به توان 2 میشد که h و k مختصات مرکز دایره بود و r هم شعاع دایرمون بود. پس باید این نامعادلمون رو به فرم توانی از دو، عبارت هایی که به صورت توانی از دو هستن در بیاریم. خب x، پس میتونیم بنویسیم اولین جملهمون x بوده که به توان دو رسیده شده x2. جمله دوممون باید یه جوری تنظیم کنیم که وقتی دو برابر اولی در دو برابر جمله اول در دوم میشه، در جمله دوم میشه، برابر بشه با 5 دوم x. خب یه جملهمون که x بوده، خب دو برابر اون جمله میشه چی؟ 5 دوم. پس جملهمون برابر با چی هستش؟ برابر با 5 چهارم بوده که دو برابر شده 5 دوم. پس به علاوه 5 چهارم میکنیم، به توان 2 میرسه. خب ببینید x2 علاوه 2 برابر x در 5 چهارم میشه 5 دوم x به علاوه 25 16 اضافه در میاد. در اینجا میبینی 25 16 نداریم، باید یه دونه 25 16 ازش کم کنیم. به علاوه 1 به علاوه y2 بزرگتر مساوی صفر میشه. خب اینم که به فرم این در میاد x به علاوه 5 چهارم به توان 2 منهای 25 16 به علاوه 1 میشه منهای 9 16 منهای 9 16 به علاوه y به توان 2. خب که در نهایت این بزرگتر مساوی صفر میشه x به علاوه 5 چهارم به توان 2 به علاوه y به توان 2 بزرگتر مساوی 9 16. خب ببینید 9 16 رو میتونیم چی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم 3 چهارم به توان 2. خب من اینو می نویسم 3 چهارم به توان 2. چرا؟ چون اینجا r به توان 2 میشد، پس اینجا هم باید توانی از 2 بنویسیم. 3 چهارم به توان 2. خب ببینید الان بچه‌ها این مکان هندسی نقاطی رو نشون میده که روی دایره‌ای رو یا خارج دایره‌ای به شعاع 3 چهارم و به مرکز منفی 5 چهارم و صفر، منفی 5 چهارم و صفر مرکز دایرمون هستش و شعاعمون هم برابر با 3 چهارم هستش. خب این مرکز دایره رو دقت کنید بچه، این عبارت هایی که به توان 2 رسیده رو مساوی با صفر قرار میدیم، یعنی x به علاوه 5 چهارم برابر با صفر قرار میدیم و y رو هم برابر با صفر قرار میدیم. عددهایی که میاد میشه مختصات مرکز دایره همون و اینم شامون که برابر با 3 چهارم شد. این بزرگتر مساویه یعنی اینو نشون میده، این مکان هندسی نقاطی در صفحه مختلط رو نشون میده که روی دایره یا خارج دایره هستن. این مساوی بودن باعث میشه که روی مجموع نقاط روی دایره رو نشون بده. این بزرگتر بودنه یعنی خارج از دایره هستش. اگه کوچیکتر مساوی میشد مکان هندسی نقاطی روی دایره و داخل دایره رو نشون میده. خب اینم از این. بریم سوال بعدی، بریم اسلاید بعدیمون. خب مکان هندسی بیضی. ببینید مکان هندسی بیضی هر جا جمع فاصله ها ثابت باشه، یعنی ببینید
فاصله z از z1 با فاصله z از z2 جمع میشه و برابر میشه با یک عدد ثابتی مانند k. اونجا در واقع داریم در مورد مکان هندسی یک بیضی داریم حرف میزنیم. خب پس هر کجا این فرم رو دیدین، این فرم مختلط رو دیدین، یعنی در مورد مکان هندسی بیضی داریم حرف میزنیم و اینکه کامون همواره باید بزرگتر از صفر باشه و فرم دکارتیش در نهایت بعد اینکه جایگذاری کردیم به جای z x به علاوه y آی رو گذاشتیم، در نهایت به فرم دکارتی این میرسیم، یعنی x منهای x صفر تقسیم بر a2 به علاوه y به علاوه y صفر تقسیم بر b2. این که دوامون یعنی دو برابر این a اگه این بیزیمون باشه، این محور افقیش برابر با 2 هستش و محور عمودیش، یعنی هر قسمت اینجا آ هستش در کل 2 و محور عمودیمون محور عمودیش یعنی از اینجا تا اینجا برابر با 2b هستش. 2b یعنی اینجا هم اندازش برابر با b هستش، اینجا هم اندازش برابر با b هستش. خب اینم فرم دکارتیشه. بریم مثالش رو حل کنیم. مثال مکان هندسی نقاطی در صفحه مختلف که در رابطه قدر مطلق زد به علاوه 4 آی به علاوه قدر مطلق زد منهای 4 آی برابر با 10 صدق می کند را بیابید. خب میایم به جای زد x علاوه y آی یعنی فرم دکارتیش رو می نویسیم و جایگذاری میکنیم در رابطه اصلیمون که همون قدر مطلق z به جای z x به علاوه y آی می نویسیم به علاوه 4 آی به علاوه قدر مطلق به جای z می نویسیم x به علاوه y آی منهای 4 آی برابر با 10 میشه. خب یه ذره جمع جورش میکنیم. قدر مطلق قسمت های حقیقی موهومی رو حقیقی ها رو یه قسمت می نویسیم، موهومی ها رو یه قسمت. اینجا میشه x به علاوه y به علاوه 4 در آی از آی فاکتور گرفتیم علاوه قدر مطلق x به علاوه y منهای 4 در آی برابر شد با 10. خب اینم از این. خب گفتیم تعریف اندازه در اعداد مختلف اینه که قسمت حقیقی بتواند و علاوه قسمت موهومی بتواند و زیر رادیکال قرار میگیره. خب ببینید الان اینجا رادیکالمون میشه x به توان 2 به علاوه y به علاوه 4 به توان 2 به علاوه رادیکال x به توان 2 به علاوه y منهای 4 به توان 2 که میشه برابر با 10 میشه. خب ببینید در همچین فرمی اگه جمع دوتا عبارت رادیکالی برابر شد با یک عدد میخواستین اون معادله رو حل کنید، بهتره یکی از این عبارت های رادیکالی رو تنها نگه داریم و بقیه رو ببریم سمت دیگر معادله و کل عبارت رو به توان 2 برسونیم، یعنی طرفین رو به توان 2 برسونیم. خب اینجا میشه رادیکال x2 به علاوه y به علاوه 4 به توان 2 برابر با 10 منهای رادیکال x2 به علاوه y منهای 4 به توان 2. خب چرا اینجوری کردیم؟ یکیشو نگه داشتیم چون اگه مثلا این دوتا رو مثلا اگه این مجموعه دوتا عبارت رادیکالی رو میخواستیم به توان 2 برسونیم خیلی محاسباتش پیچیده میشد، ولی اینجا وقتی یکیش میمونه
راحتتر به توان دو میتونیم برسونیم و محاسباتش سبکتر میشه. خب الان این میشه x به توان دو، وقتی به توان دو میرسونیم میشه x به توان دو به علاوه y به علاوه 4 به توان دو. حالا اینم میتونیم بازش کنیم، میشه اه، به جای y به علاوه 4 به توان دو می‌نویسیم y2 به علاوه 8y به علاوه 16 برابر میشه با، خب این قسمت به توان دو میشه. خب اولی به توان دو که میشه 10 به توان دو منهای دو برابر اولی در دومی میشه 20 رادیکال x2 به علاوه y منهای 4 به توان دو و به علاوه دومی به توان دو که میشه این رادیکال به توان دو میشه x2 به علاوه y منهای 4 به توان دو رو هم باز میکنیم، میشه به علاوه y2 منهای 8y به علاوه 16. خب ساده میکنیم x2 با x2 ساده میشه، y2 با y2 ساده میشه، 16 با 16 میره، منهای 8y میره این ور معادله میشه 16 y برابر با 10 به توان دو، یه همون 100 اینجا 10 به توان دو میشه اینجا 100 100 منهای 20 رادیکال x2 به علاوه y منهای 4 به توان دو. خب الان چیکار کنیم؟ بازم باید یه کاری کنیم که این رادیکالمون تنها بمونه. خب ببینید قبل اینکه این کارو بکنیم این بازم ساده میشه، تقسیم بر همه این عبارت ها با 4 بخش پذیره، تقسیم بر 4 میکنیم، تقسیم بر 4 کنیم میشه 4 y. حالا این تقسیم بر 4 بشه میشه 25، بیاد اینور معادله میشه منهای 25 برابر بشه با منهای 20 تقسیم بر 4 هم که میشه منفی 5 رادیکال x2 برابر y منهای 4 به توان دو. خب ببینید طرفین رو به توان دو میرسونیم، میشه 4y، یعنی اینجا هم به توان دو میرسه و این عبارت هم به توان دو میرسه. تا اینجا به توان دو برسه میشه 16 y2 منهای، یعنی اولی به توان دو منهای دو برابر اولی در دومی که میشه، خب این 50 200 y علاوه 25 به توان دو هم که میشه 625 برابر میشه با، خب 25 این 5 منفی 5 به توان دو میشه 25، این هم که میشه x به توان دو به علاوه، خب y منهای 4 به توان دو هم باز میکنیم میشه y2 منهای 16 y، نه ببخشید منهای 8 y به علاوه 16. حالا این 25 رو ضرب میکنیم میشه 25 x2 به علاوه 25 y2 منهای 25 ضرب در 8 میشه 200 y. این هم که میشه خب 400 به علاوه 400. خب اه، پس 16 y دو منهای 200 y به علاوه 625 برابر شد با 25 x2 به علاوه 25 y دو منهای 200 y به علاوه 400. خب اینو اگه ساده کنیم ببینید الان 16 y دو بره این ور میشه میشه 16 9 25 x2 که ثابت میمونه 25 x2، 16 y2 بره اونور معادله میشه منها مثبت مثبت 9 y2 مثبت 9 y2
منهای 200 ایگرگ با منهای 200 ایگرگ میره، 625 هم این ور معادله میمونه، این 400 میره اون ور، میشه 225. خب الان این معادله رو ما به دست آوردیم. خب این رو ما به دست آوردیم، بازم باید یه کارایی بکنیم که شبیه فرم دکارتی بیزی بشه. خب ببینید، فرم دکارتی بیزی، اول این معادلمون چی بود؟ 25x2 به علاوه 9y2. من این رو با یه رنگ دیگه بنویسم. 25x2 به علاوه 9y2 برابر شد با 225 اگه اشتباه نکنم. بله. خب ببینید، فرم دکارتی بیزیمون به صورت x منهای x صفر به توان 2 تقسیم بر A2 به علاوه y منهای y صفر به توان 2 تقسیم بر B2 برابر با 1 بود. خب ولی اینجا به این شکل نیست. اینجا یه 225 داریم، باید یک ظاهر بشه، پس تقسیم برای چی میکنیم؟ 225 میکنیم این معادلمون رو، کل معادلمون رو تقسیم بر 225 میکنیم، میشه 25 بر 225 x2 به علاوه 9 تقسیم بر 225 y2 برابر با 1 شد. خب الان تا حدودی شبیهشه، ولی دقت کنید بالا عبارت هایی از x هستن که به توان 2 رسیدن و پایین عبارت های مخرجمون، یعنی عبارت های عددیمون هستن. خب پس این 25 225 رو به مخرج x2 انتقال میدیم. خب وقتی این میاد مخرج، معکوس میشه 225 25 به علاوه y2 بر 225 نهم برابر با 1 میشه. خب ببینید بچه ها، اینجا عبارت هایی به صورت مجذور کامل هستن. اینا رو هم اگه دقت کنید به صورت مجذور کامل هستن. چجوری؟ x2 بر 225 همون چیه؟ 15 هستش. 25 هم 5 15 به توان 2 هستش. 25 هم 5 به توان 2 هستش. میشه 15 پنجم کلا به توان 2 به علاوه y به توان 2 تقسیم بر 15 سوم به توان 2 میشه اینا. خب برابر با 1 میشه. خب ببینید آدمون برابر شد با، یعنی این آدمونه دیگه. خب آدمون برابر شد با 15 پنجم به توان 2 همون 3 به توان 2 میشه. پس چون آمون مقدار مثبتی هستش، آمون برابر با 3 میشه. از طرف این جذر بگیریم 15 سوم بی به توان 2 هم برابر با 15 سوم به توان 2 که میشه 5 به توان 2. پس بیمون هم برابر با بیمون برابر با 5 میشه. خب اینم از این. خب از کجا تا کجاست؟ خب ببینید اینجا محور x هامونه، اینجا محور y هامونه. ببین آ مخرج آ به توان 2 مخرج، در مخرج عبارت هایی که از x نوشتیم هستش. خب پس اینجا تا اینجا یعنی میشه آمون و از مرکز تا این ورم میشه آمون، یعنی به اندازه آ، اندازه اینها محور افقیمون در بیزی برابر با 2 هستش و هر تیکه برابر با آ هستش. محورهای عمودیمون هم هر تیکش برابر با بی هستش. اینجا هم بیه، اینجا هم برابر بی و کلش میشه چی؟ 2b. پس محور افقیمون ببینید الان اینجا آمون برابر با 3 هستش، پس این نقطه میشه، یعنی 3 تا میریم جلو، این میشه نقطه 3 و 0 مون، 3 و 0 مون هستش. این نقطه هم منفی، حالا 3 تا میریم عقب، میشه منفی 3 و 0
اینجا که مرکزمونه. چرا حالا مرکزمون اینجا برابر با صفر و صفر میشه؟ چرا؟ چون ببینید x منهای x صفر، این x صفر و y صفر مرکزمون رو نشون میداد. یعنی اگه x منهای x صفر رو برابر با صفر قرار بدیم که برابر میشه با چی؟ مثلا x منهای x صفر برابر با صفر قرار بدیم، x اون برابر میشه با x صفر و y منهای y صفر رو برابر با صفر قرار بدیم، y اون هم برابر میشه با y صفر. این x صفر و y صفر مختصات مرکزمون هستش. حالا اینجا چون x2 به علاوه y2 هستش، یعنی x اون را برابر با صفر قرار بدیم که برابر میشه با صفر و y اون هم برابر با صفر بدیم و اون هم برابر میشه با صفر. پس نقطه صفر و صفر نقطه مرکزمون هستش. خب اینم از این. حالا بی ها رو هم مشخص کنیم، 5 تا به سمت بالا که میشه نقطه 0 و 5 و 0 هم بیایم از مرکز سمت پایین بیایم میشه 0 و -5. این الان مکان هندسی بیزیمون به مرکز 0 و 0 و به محورهای افقی و عمودی که مشخص کردیم اینجا. خب به همین سادگی، فقط یه ذره محاسباتش زیاد بود. با حل و تمرین تکراری میتونین راحت‌تر این مسئله ها رو حل کنید. بریم سوال بعدیمون، قسمت بعدیمون. خب مکان هندسی حضوری، تفاضل قدر مطلقی فاصله ها باید ثابت باشه. یعنی چی؟ ببینید این فرم مختلط مکان هندسی حضوری هستش که تفاضل این فاصله ها رو میبینید، فاصله z از z1 و فاصله z از z2. این تفاضل قدر مطلقیش برابر با عدد ثابتی مثل کا میشه که کامون بزرگتر از صفر همواره و در نهایت با جایگذاری به جای z، اگر به جای زدمون بیایم x به علاوه y آی رو جایگذاری کنیم، در نهایت به فرم دکارتی x منهای x صفر بر a2، اینجا دقت کنید من هاست، منهای y منهای y صفر بر b2 برابر با 1 میرسیم. شبیه مکان هندسی بیزی هستش. تمرین داریم. ببین اینجا دیگه من اینو حل نمی کنم، دقیقا محاسباتش شبیه محاسبات بیزی هستش، با این تفاوت که اینجا یه دونه قدر مطلق داریم. قدر مطلق x برابر با یک عددی مثل a باشه. اگر آمون بزرگتر مساوی صفر باشه، x مون رو اگه بخوایم از قدر مطلق در بیاریم برابر میشه با x برابر با آ، یه بارم x برابر با منفی آ میشه. خب فرض کنید این مقدارمون x باشه و اینم آمون باشه. پس قدر مطلق زد به علاوه 5 آی منهای قدر مطلق زد منهای 5 آی یه بار برابر با 6 میشه و یه بارم زد به علاوه 5 آی منهای قدر مطلق زد منهای 5 آی برابر با منفی 6 میشه. خب اینا رو حل میکنید با جایگذاری کردن به جای z x به علاوه y آی رو جایگذاری میکنید، حل میکنید و در نهایت یعنی دو مرحله میرید دیگه. اون مرحله‌ای که برای اون مراحلی که برای اه، م، مکان هندسی بیزی طی کرده بودید رو اینجا برای دو عبارت جلو میبرید، دو معادله جلو میبرید که در نهایت به این فرم از جواب میرسید. y2 بر 9 منهای x2 بر 16 برابر با 1 میشه. خب بازم تمرین داریم. اینم یه راهنمایی کنم. ببینید z در z بار، اینجا گفته اگه اف زدمون برابر با زد در زد بار به علاوه زد باشن، مکان هندسی ریل پارت اف بزرگتر از ایمیجینری پارت اف را به دست بیاریم. خب ببینید زد رو ما x به علاوه y یا y آی میتونیم بنویسیم، y آی میتونیم بنویسیم
در x مزدوجش که میشه x منهای y آی. و اینو ما قبلا جلسه اول نوشتیم که جوابش میشه x2 به علاوه y2. خب پس f زدمون برابر میشه با x2 به علاوه y2 به علاوه، یعنی به جای زد بار نوشتیم x2 به علاوه y2 به علاوه قسمت زدمون هم نوشتیم x به علاوه y آی. خب اینجا میشه بخش حقیقی ما هستش، ریل پارت f هستش اینجا هم، و اینم ایمجینری پارت f هستش که این قسمت رو یعنی ریل پارت f رو بزرگتر از این قسمت یعنی y قرار میدیم، نامعادلمون رو حل میکنیم و در نهایت به جوابمون که یعنی این هستش میرسیم. خب ریشه انوم اعداد مختلف، درس جدیدمون اینه که بیایم ریشه انوم اعداد مختلف رو به دست بیاریم. فرض کنید یک عدد مختلفی مانند z داریم به فرم x به علاوه y آی هستش. اینو به فرم نمایی اگه بخوایم بنویسیم میشه زدمون برابر میشه با r در ای به توان آی در تتای به علاوه دو کاپی. من آرگومانش رو نوشتم دیگه، فقط آرگومان اصلی رو ننوشتم، یعنی تتا اگه ما بین 0 و 2 پی باشه بهش میگن آرگومان اصلی، فقط آرگومانش رو نوشتم کلا تتای به علاوه دو کاپی. خب الان این فرم نمایی عدد مختلف ما هستش، ما میخوایم ریشه انوم رو به دست بیاریم. بچه‌ها یادتون هستش ما قبلا مثلا میگفتیم ریشه دوم عدد 4 رو به دست بیاریم، میومدیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم اگه ریشه دوم عدد مثلا 4 رو میخواستیم به دست بیاریم، میومدیم یه جذر میگرفتیم با فروجه 2 و یه دونه مثبت منفی میذاشتیم. خب اگه مثلا ریشه مثلا سوم عدد مثلا 9 رو میخواستیم، 9 که نه مثلا 27 رو میخواستیم به دست بیاریم، میومدیم یه 27 رو زیر رادیکال با فروژه 3 میبردیم. حالا چون فرد بود ما دیگه مثبت منفی نمیذاشتیم. خب این تو دبیرستان اینجوری ریشه به دست می آوردیم. اینجا هم تقریبا مثل اینه ولی یه فرقایی داره، الان توضیح میدم یه ذره مفصل. خب ببینید ما فرض کنید ریشه انوم میخوایم به دست بیاریم، یه محدود نیستیم به دوم سوم اینا، ریشه انوم رو میخوایم به دست بیاریم. پس زد رو زیر رادیکال با فروجه n میبریم، با علامتش اینا هم کاری نداریم، تغییر نمیدیم. خب اینو میتونیم ما بنویسیم، پس برابر میکنیم، مثلا اگر ریشه انوممون برابر با w باشه w رو برابر میگیریم با رادیکال z با فروجه n. پس ومون ریشه انوممون شد، زد آوردیم به زیر رادیکال با فروجه ان بردیم. حالا ما میتونیم زد رو به فرم یک انوم، این رادیکال زد با فروجه ان رو به فرم زد به توان یک انوم بنویسیم، توان زد تقسیم بر فروجه. اگه اینجا 2 بود می نوشتیم 2 انوم، اگه پی بود می نوشتیم پی انوم، حالا اینجا 1 هستش می نوشتیم 1 انوم. خب برابر هستش با، خب زدمون برابر با چی میشد؟ میتونه آر ای به توان آی در تتای به علاوه دو کا پی. خب این دو کا پی مون به توان اینم به توان یک انوم میرسه. خب میدونیم که وقتی چند عبارت به توان یک عددی میرسن اون توان ضرب در توانهای داخل اون عبارت ها میشه اگه ضرب شده باشن. خب آر ضرب در ای به توان آی در تتای به علاوه دو کافی شده، پس این توانمون برابر با یک هستش. یک انوم ضرب در یک بشه میشه آر به توان یک انوم در
ای به توان یک انوم ضرب در توان ای میشه که برابر میشه با آی در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n. خب اینم از این. ما اینو حالا بعضا به این فرم هم نویسن W برابر میشه رادیکال Z با فروجی n برابر میشه با رادیکال R با فروجی n در ای به توان I در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n. خب این شد ریشه انوم که به صورت W نشون دادیم. در نهایت به این فرم می‌نویسیم ریشه انوم رو اینجوری به دست میاریم. فقط دقت کنید اینجا این کایی که هستش مقادیرش از 0 شروع میشه 1 2 اینجوری ادامه پیدا میکنه تا n منهای 1. بچه اگه بگن ما ریشه پنجم رو به دست بیاریم، مثلا ریشه پنجم یک عددی رو به دست بیاریم، ما 5 تا ریشه پنجم خواهیم داشت. اگه ریشه چهارم رو خواستن ما 4 تا ریشه چهارم خواهیم داشت. اگه ریشه دهم خواستن ما 10 تا ریشه دهم خواهیم داشت. اگه ریشه انم خواستن ما n تا ریشه انم خواهیم داشت. الان ببینید چرا n های 1 نوشتیم اینجا؟ این تعدادش برابر با n هستش، چون از 0 شروع شده. پس در نهایت چون تعداد ریشه‌مون باید n تا باشه، اینجا می‌نویسیم n های 1. این هم از این. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. ریشه انوم اعداد مختلف، اون چیزایی که گفتم اینجا جمع و جور اینجا آوردم. ریشه انوم عدد مختلط z عدد مختلطی است مانند w که w برابر است با رادیکال z به توان n. اگه طرفین رو به توان n برسونیم z برابر میشه با ریشه به توان ریشه انوم به توان n. خب اینم که اینجا نوشتیم ریشه دوم 9 برابر هستش با 3 و منفی 3. خب گفتم دیگه مثلا اگه ریشه دوم میخواستیم بنویسیم یه مثبت منفی رادیکال با فورجه 2 می نوشتیم چون ریشه دوم خواسته. ریشه سوم خواسته پس رادیکال با فورجه 3 در نظر میگیریم. حالا اینجا ببینید این ریشه دوم 2 تا ریشه داره، این ریشه سوم 3 تا ریشه داره. ما قبلا اینا رو نمیخوندیم ولی الان قرار اینا رو هم به دست بیاریم. ریشه دوم منفی 1 میشه. خب رادیکال منفی 1 ما قبلا اینو نمیخونیم ولی الان هستش، میشه آیا منفی آی. برای امتحان هم میتونیم مثلا یکی از این ریشه های سوم منفی 8 رو به توان 3 برسونیم تا به عدد مورد نظرمون برسیم. پس هر عدد مختلط ریشه انوم دارد و تعداد ریشه انوم یک عدد مختلط برابر با n هستش. مثلا گفتیم دیگه چند تا ریشه پنجم داریم؟ 5 تا ریشه پنجم داریم. خب بریم اسلاید بعدی. اینجا هم نحوه محاسبهشه که ما به دست آوردیم. من اثباتش کردم از کجا اومده. پس ریشه انوممون به صورت برابر هستش با رادیکال r به توان n در ای به توان i در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n که کامون از 0 شروع میشه تا n منهای 1. بچه دقت کنید اندازه همه ریشه هامون در نهایت با هم برابر میشه و برابر میشه با رادیکال r با فروجی n. حالا چرا اینجوری میشه؟ حتی اینجا هم مشخص شده. ببینید اینا ریشه های یک عدد هستش که حول یک دایره‌ای به شوای رادیکال r با فروجه n هستن. این روی دایره‌ای با شوای رادیکال r با فروجه n هستن. یعنی چی؟ یعنی چی به شوای رادیکال r با فروجه n؟ یعنی فاصله تمام این ریشه ها از مرکز مبدأ به یک اندازه هستش. یعنی تمام ریشه هامون اندازهشون با هم برابر هستش. حالا چرا اینجوری میشه الان واسهتون نشون میدم. ببینید مثلا ما داشتیم زدمون برابر شد زد به توان یعنی W برابر رادیکال زد با فروجه n. درست بنویسم اینجا W برابر با رادیکال زد با فروجه n برابر شد با R رادیکال R با فروجه n در ای به توان
آی در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n. خب ما میخوایم حالا اندازش رو به دست بیاریم. خب اندازه ریشمون رو به دست بیاریم که چرا اندازه ریشا با هم برابر میشن. خب اندازه W میشه اندازه رادیکال Z با فراژه N برابر میشه با اندازه رادیکال R با فراژه N در E به توان I در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر N. خب ببینید ما یه قاعده ای خوندیم که اگه مثلا فرض کنیم آبی داشته باشیم توی قدر مطلق میتونیم بنویسیم قدر مطلق تک تک اون حاصل ضرب قدر مطلق تک تک اونا. خب یعنی به این شکل میتونیم بنویسیم. خب اینجا هم میتونیم به همین صورت بنویسیم، یعنی میشه قدر مطلق رادیکال R به توان N در قدر مطلق E به توان I در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر N داخل قدر مطلق به صورت 2 قدر مطلق مجزا نوشتیم. خب ببینید چون آرمون مثبت هستش و n اونم اعداد جزء اعداد طبیعی بزرگتر از 1 هستش، بزرگتر مساوی 1 هستش. خب ما اینو میتونیم بنویسیم رادیکال، این از داخل قدر مطلق میتونه بیاد چون همواره مثبت هستش دیگه، میشه رادیکال r با فراژه n در این عبارت رو. حالا ما مشکل اصلی این هستش اندازه این عبارت رو به دست بیاریم آی در تتای به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n. خب این رو باید این قدر مطلق رو باید حل کنیم. خب این خودش ببینید بچه میتونیم با استفاده از رابطه اویلر یعنی ای به توان قدر مطلق ای به توان آی در تتای به علاوه 2 کاپی رو تقسیم بر n رو بنویسیم قدر مطلق کوسینوس. حالا فرض کنیم اینجا کلا برابر باشه با آلفا. این زاویه‌مون کلا باشه چی؟ این زاویه‌مون کلا باشه برابر باشه با آلفا. خب یعنی ما میتونیم بنویسیم اینجا کوسینوس آی در آلفا باشه، می نویسیم کوسینوس آلفا به علاوه آی سینوس آلفا. خب ما وقتی میخواستیم اندازه یک عدد مختلط رو به دست بیاریم قسمت رادیکال می نویسیم رادیکال قسمت حقیقی به توان 2 یعنی کوسینوس 2 تتا به علاوه قسمت موهومی به توان 2 یعنی سینوس حالا تتا نه آلفا 2 آلفا. خب این رابطه رو میدونیم ما بچه ها اینو جلسه قبل یاد گرفتیم که برابر میشه با کوسینوس دو آلفا به علاوه سینوس دو آلفا، یک رابطه مثلثاتی برابر میشه با 1. پس رادیکال 1 میشه و اینم برابر میشه با 1. پس کل قدر مطلق اندازه ای به توان آی در تتا به علاوه 2 کاپی تقسیم بر n برابر میشه با 1 سوای اینکه این تتامون چی باشه. خب یعنی هر زاویه‌ای که باشه ای به توان آی در هر زاویه‌ای که باشه اندازش برابر با 1 میشه که این 1 در نهایت ضرب میشه به رادیکال آر با فورجین. پس در نهایت اندازه ریشمون برابر میشه با رادیکال آر با فروژین. هر ریشه‌ای که باشه، هر ریشه‌ای که باشه اندازهشون با هم برابر و برابر میشه با رادیکال آر با فروژه n. خب اینم از این مثال. ریشه چهارم عدد -4 رو محاسبه کنید. ببینید زدمون برابر با -4. قبل اینکه ریشه‌مون رو بخوایم به دست بیاریم باید زد رو به فرم نمایی بنویسیم. خب برای اینکه به فرم نمایی بنویسیم ابتدا میایم مقدار اندازش رو به دست میاریم یا آرمون رو به دست میاریم که برابر هستش با قسمت حقیقی به توان 2 یعنی -4 به توان 2 به علاوه قسمت موهومی به توان 2. قسمت موهومیش 0 آی هستش که میشه 0 به توان 2. در نتیجه مقدارمون برابر میشه با 4.
خب زاویه‌مون هم که تتا باشه اگه برابر هستش با آرک تانژانت زل قسمت موهومی بر قسمت حقیقی که میشه تانژانت چه زاویه برابر با صفر میشه؟ تانژانت زاویه صفر درجه. حالا ببینیم این صفر زاویه مورد نظر ما هستش یا نه. خب دقت کنید اینجا صفر در این قسمت قرار میگیره، زاویه صفر درجه یا صفر رادیان. این نقطه مورد نظر ما صفر و منفی 4، صفر و منفی 4 میفته اینجا. خب یعنی صفر و منفی 4 یعنی صفر آی و منفی 4، یا البته منفی 4 و صفر آی. خب اینجوری تو این ناحیه میفته. ببینید اگه دقت کنید یه پی رادیان با هم دیگه فاصله دارن. خب پس به تتامون پی رادیان هم اضافه میکنیم، میشه تتا برابر میشه صفر به علاوه پی رادیان که میشه پی. پس تتامون شد پی. ببینید ما در رابطه‌ای که وقتی میخوایم ریشه رو به دست بیاریم از آرگومان زد استفاده میکنیم. آرگومان زد هم برابر بود با تتای به علاوه 2 پی. خب اینجا پس آرگومان زدمون برابر میشه با پی به علاوه 2 پی. خب الان آرگومان زدمون رو به دست آوردیم، اندازه زدمون رو هم به دست آوردیم، به شکل نمایی می نویسیم. زدمون در نهایت برابر میشه با ای به توان آر در ای به توان آی تتای به علاوه 2 پی. خب پس زد ما برابر میشه با 4 در ای در به توان آی. تتامون شد چی؟ پی به علاوه 2 پی. این الان زدمون به فرم نمایی هستش. خب میایم ریشه چهارمش رو حساب میکنیم. فرض کنیم این ریشه چهارمش برابر با W باشه که در این صورت Z به توان ما اگه بخوایم ریشه چهارمش رو به دست بیاریم میشه رادیکال Z با پروژه 4 یا 4 هستش که میتونیم بنویسیم Z به توان 1/4 که برابر میشه با R به توان 1/4 یا رادیکال آرمون که چیه 4 رادیکال 4 با پروژه 4 میشه در ای به توان آی در پی به علاوه 2 پی تقسیم بر 4 میشه، طبق رابطه ای که یاد گرفتیم. تقسیم بر m میشد اونجا، اینجا تقسیم بر 4 میشه. خب اینم از این. خب ببینید الان این فرم کلی ریشامون رو اینجوری به دست میاریم. حالا ببینید، حالا اینا رو بذارید اونور توی اسلاید دیگه اینا رو توضیح بدم، اینجا جا نمیشه. W شد با W مون شد همون Z به توان 1/4 ریشه 4 برابر شد با رادیکال 4 با پروژه 4 در ای به توان آی در پی علاوه 2 پی تقسیم بر 4. این شد فرم ریشمون. فرم کلی ریشمون اینجوری میشه. خب حالا میایم کاها رو به ازای کاهامون ریشه ها رو یکی یکی به دست میاریم. خب فرض میکنیم گفتیم کاهامون از چند تا چند میشه. خب اینو با یه رنگ دیگه بنویسم. کاهامون از 0 شروع میشه تا n منهای 1. nمون اینجا چنده؟ nمون اینجا 4 هستش. ریشه 4مون رو به دست میاریم. پس کاهامون میشه 0 1 2 و 3 میشه. خب
برگردیم سوالمون رو حل کنیم. اینجا حالا فرض کنیم کامون برابر با چیه؟ صفر هستش. در این صورت W0 یا ریشه‌ای که وقتی کامون صفر هستش اینجوری میشه: رادیکال 4 با فراژه 4، این میشه همون رادیکال برابر هستش با رادیکال 2. خب در ای به توان چی میشه؟ خب صفر رو جایگذاری کنیم، اینجا میشه پی 4، یعنی دو کاپی میشه صفر، پی به علاوه صفر میشه صفر، پی میشه پی تقسیم بر 4 میشه پی 4 میشه پی 4 آی یا آی در پی 4. خب این از این. ما حالا اینو میتونیم به فرم به وسیله رابطه اویلر اینو بازش کنیم که میشه رادیکال 2 در کوسینوس پی 4 به علاوه آی سینوس پی 4. آی سینوس پی 4. خب ببینید بچه الان کوسینوس پی 4 ما میدونیم کوسینوس پی 4 برابر با رادیکال 2 دوم هستش و سینوس پی 4 من برابر با رادیکال 2 دوم هستش. حالا اینو خط بزنم، اینجا میشه رادیکال 2 دوم، اینم میشه رادیکال 2 دوم آی. خب اگه رادیکال 2 رو ضرب کنیم به اینا، خب رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1 به علاوه رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1، یه دونه هم آی داریم میشه آی، پس 1 به علاوه آی. این یکی از ریشه های ما شد. خب حالا به ازای کا برابر 1 بیایم ریشمون رو به دست بیاریم. W1 برابر میشه با رادیکال 2 ای به توان آی در، خب اگه 1 بذاریم به جای کا میشه 2 پی، 2 پی به علاوه پی میشه 3 پی تقسیم بر 4 میشه 3 پی 4. حالا اینو میتونیم بنویسیم 3 پی 4 آی، هیچ فرقی نمیکنه. برابر میشه با رادیکال 2 در کوسینوس 3 پی 4 به علاوه آی سینوس 3 پی 4. خب برابر میشه با، ببینید بچه 3 پی 4 ما نمیدونیم، جز عددهای معروف نیستش که ما کوسینوسش رو بلد باشیم. چیکار میکنیم؟ میگیم 3 پی 4 حدودا کجا میشه؟ میشه 3 پی 4 پی 180 درجه هستش، میشه تقسیم بر 4 کنیم میشه 45 درجه، ضرب در 3 کنیم تقریبا میشه 135. یعنی اینجا این زاویه ما هستش. خب این زاویه ما هستش، شد 3 پی 4 تقریبا اگه 130 باشه. خب ما زاویه مرجع رو به دست می آوردیم نسبت به محور کوسینوس ها، اینجا محور کوسینوس هامون میشد. خب کوچکترین زاویه میشه پی منهای 3 پی 4 که میشه پی 4. پس کوسینوس پی 4 رو به دست میاریم و دقت کنید کوسینوس تو این ناحیه منفی هستش، میشه منفی کوسینوس پی 4. منفی کوسینوس پی 4 میشه منفی رادیکال 2 دوم، پس اینجا میشه منفی رادیکال 2 دوم و سینوس ها هم اینجا مثبت، میشه سینوس پی 4 سینوس زاویه مرجع یعنی مثبت سینوس پی 4 که میشه رادیکال 2 دوم. خب اگه ضرب کنیم رادیکال 2 دوم آی ضرب کنیم میشه رادیکال 2 ضرب در رادیکال منفی رادیکال 2 دوم میشه منفی 1، اینم میشه مثبت آی. پس یکی از ریشه هم شد چی؟ منفی 1 به علاوه آی. اون یکی هم چی شد؟ 1 به علاوه آی شده بود. خب اینم از این. خب کامون رو برابر با 2 در نظر میگیریم. W2 مون برابر میشه با رادیکال 2 ای به توان آی. خب کامون 2 هستش. اینجا تو رابطه اصلیمون میایم به جای کا 2 در نظر میگیریم، میشه 4 پی به علاوه پی میشه 5 پی تقسیم بر 4 میشه 5 پی 4. خب 5 پی 4 حالا باز رادیکال 2 در کوسینوس 5 پی 4 به علاوه آی سینوس 5 پی 4. خب ببینید بچه جواب اینجا کوسینوس 5 پی 4 ما نمیدونیم. 5 پی 4 چجوری باید به دست بیاریم؟ خب بذارین من دایره مثلثاتی رو پاکش کنم.
پس 5 پی 4 جزء عددهای معروف، زاویه‌های معروف نیستش. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که 5 پی 4 تقریبا چند میشه؟ میشه 45 ضرب در 5 میشه 225 میشه تقریبا. یعنی این ناحیه میفته. خب این میشه زاویه ما که همون 5 پی 4 هستش. 5 پی 4. خب ما زاویه مرجع رو به دست میاریم. زاویه مرجع کوچکترین زاویه‌ای که با محور کوسینوس ها ایجاد میشه این قسمت. خب از 5 پی 4 یه دونه پی رو کم کنیم، میشه زاویه مرجع که میشه پی 4. پس اینجا زاویه مرجعمون شد پی 4. خب کوسینوس پی 4 ابتدا اینجا هم باید یادمون باشه که پی 4 کوسینوس پی 4 اینجا در این ناحیه منفی میشه، پس میشه منفی کوسینوس پی 4. پس منفی کوسینوس پی 4 میشه منفی رادیکال 2 دوم. باز اینجا شد منفی رادیکال 2 دوم. و سینوس هم تو این ناحیه چیه؟ منفی. کوسینوس هم منفیه، سینوس هم منفیه، میشه منفی سینوس پی 4 که میشه منفی رادیکال 2 دوم آی میشه. خب در نهایت برابر میشه. خب اگه رادیکال 2 رو ضرب کنیم اینجا میشه منهای 1، این هم میشه منهای آی، میشه منهای 1 منهای آی. اینم یکی از ریشه هامون. خب اگه کامون برابر با 3 شد چی میشه؟ میگیم کا 3 بشه. W3 برابر میشه با رادیکال 2 ای به توان آی در، خب 3 بذاریم اینجا میشه 3 2 6 پی به علاوه پی برابر میشه 7 پی 4. میشه 7 پی 4. خب حالا رادیکال 2 رو می نویسیم، میشه کوسینوس 7 پی 4 به علاوه آی سینوس 7 پی 4. خب بچه‌ها دقت کنید 7 پی 4 جزء زاویه‌های معروف نیستش. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از دایره مثلثاتی استفاده میکنیم. من اینا رو پاک میکنم. خب ببینید 7 پی 4 میشه تقریبا، حالا بیاین حساب کنیم، 7 ضرب در 180 تقسیم بر 4 میشه 45 ضرب در 7 کنیم میشه 7 5 35. 7 4 میشه 315. یعنی تقریبا اینجا میشه. ببینید اینجا میشه 7 پی 4. خب حالا اینجوری هم میتونستیم بگیم، میگفتیم پی 4 نصف اینجاست، اینجا میشه 2 پی 4، اینجا میشه 3 پی 4، 4 پی 4، 5 پی 6 پی 7 پی 4 میاد نصف ناحیه 4 میفته. خب این 7 پی 4 ما شد. یه چرخش کنیم. خب این شد 7 پی 4 ما. 7 پی 4 ما. خب ما زاویه مرجعمون این میشه. خب زاویه مرجعمون رو به دست میاریم و دقت کنید دیگه زاویه مرجعمون همواره مثبت هستش. 2 پی منهای 7 پی 4 کنیم، یعنی از کل این چرخش دایره این که میشه 2 پی منهای 7 پی 4 کنیم میشه زاویه مرجعمون که بازم میشه چی؟ پی 4. بچه دقت کردین زاویه هامون شد پی 4 پی 4 همش در می اومد. یعنی انگار که فاصله های این ریشه ها با هم برابر هستن. حالا نشونم میدم که واقعا اینجوریه. فاصله هاشون، زاویه هاشون، اختلاف زاویه هاشون با هم برابر هستش. خب کوسینوس اینجا کوسینوس مثبت، اینجا اگه عمود کنیم کوسینوس ما مثبت، اینجا سینوس ما منفیه. پس این میشه کوسینوس مثبت کوسینوس پی 4. خب کوسینوس پی 4 برابر با رادیکال 2 دوم هستش. میشه رادیکال 2 دوم. سینوس منفی اینجا هم که سینوسمون منفی شد میشه سینوس پی 4 منفی سینوس پی 4 که میشه منفی رادیکال 2 دوم منفی رادیکال 2 دوم آی. خب اگه رادیکال 2 رو ضرب کنیم اینجا میشه 1، اینجا میشه منهای آی، 1 منهای آی. پس ریشه 4 هم به دست آوردیم. 1 به علاوه آی منهای 1 به علاوه آی منهای 1 منهای آی 1 منهای آی. این 4 تا ریشه ما هستش. خب ریشه همون رو به دست آوردیم. بچه‌ها
دقت کنید الان این ریشه ها رو بیایم رسم کنیم توی این دایره، این صفحه مختلطمون. اه، مثلا ببینید رسم میکنم، مثلا مثبت یک، مثبت آی، فرض کنیم اینجا آی هستش، اینجا هم اعداد هیون هستش. خب این یک آیمون باشه دیگه، اینجا یک باشه، اینم یک باشه. خب مثبت یک و یک میشه تقریبا کجا، اه، حالا فرض کنیم اینجا مثبت یکمون باشه، اینجا مثبت یکمون باشه و اینجا هم مثبت یکمون باشه، اینجا هم یکه، اینجا بر حسب آی هستش، اینجا هم یکه، یک به علاوه یک آی یا یک و یک اینجا میشه، منهای یک به علاوه آی منهای یک اینجا، اینجا منهای یکمون باشه، اینم مثبت یکمون باشه. اگه وصل کنیم میاد این نقطه میفته. دقت کنید. حالا با یه رنگ دیگه مشخص کنم من، ببینید نقطه، این نقطه. خب حالا منهای یک و منهای یک و منهای آی، منهای یک اینا هم اینجا هم چی، منهای آیمون یعنی منفی یک آی. خب اینا رو اگه به هم وصل کنیم این تقریبا میفته اینجا. خب و میشه یک و منهای آی، یک و منهای آی هم میشه این دقیقا، این یک، این هم منهای آی میفته اینجا. خب ببینید این فاصله این چهار تا نقطه از مرکز همشون با هم برابره و برابر با رادیکال اه، رادیکال دو میشه، همشون برابر با رادیکال دو میشه. الان دقت کنی حساب کنیم، اینجا هم یک میشد، اینجا هم یک بود، اینجا هم یک بود، یک به توان طبق از فیثاغورس میشه یک به توان دو به علاوه یک به توان دو میشه دو، یه دونه هم رادیکال ببریم میشه رادیکال دو، یعنی اندازه همه اینا برابر با رادیکال دو میشه طبق نکته‌ای که گفتیم. و دقت کنید این زاویه هایی که درست کردن، زاویه هاشون همشون با هم برابر هستش. خب که برابر با این زاویه ها یعنی این دلتا تتا ها برابر هستش در نهایت با دو پی تقسیم بر n. خب الان nمون چی بود؟ 4 بود. پس الان بیایم دو پی رو تقسیم بر 4 کنیم میشه دو پی چهارم یا پی دوم، یعنی به اندازه این بردارا به اندازه 90 درجه با هم فاصله دارن، میچرخن، چرخش کردن نسبت به هم، یعنی یه 90 درجه اینجا، یه 90 درجه اینجا، یه 90 درجه اینجا و یه 90 درجه اینجا. در نهایت اگه این نقطه ها رو به هم وصل کنیم، این نقطه ها رو اگه به هم وصل کنیم یک چهارزلی منتظم به دست میاد که خب میدونیم ما چهارزلی منتظم چیه؟ چهارزلی منتظم یک مربع هستش. خب بچه دقت کنید ما نقطه هایی که به دست میاریم، ریشه هایی که به دست میاریم انزلی های منتظم به وجود میارن، انزلی های منتظم به وجود میارن. اگه سه نقطه بود میشد سه زلی منتظم که میشد همون مثلث ما. اگه 5 ریشه داشتیم میشد 5 زلی روی یک دایری به شوهای رادیکال R با پروژه N قرار می گرفت. الان اینو دقت کنی این دایرمون رادیکال R با پروژه N هستش، یعنی رادیکال 4 با پروژه 4 هستش. خب تا این حد بدونید که آره این نقطه ها، این ریشه ها روی یک دایره، روی محیط یک دایره قرار می گیرن و شکل های انزلی های منتظم رو درست میکنن که حالا اینجا شد چهارزلی منتظم و فاصله زاویه ها برابر هستش. این فاصله اگه این زاویه ها رو محاسبه کنیم، این زاویه های ریشه ها رو محاسبه کنیم، این زاویه هایی که بردارهای هر ریشه درست میکنه با هم دیگه محاسبه کنیم برابر میشه با دو پی تقسیم بر n. خب اینجا الان دو پی رو تقسیم بر 4 کنیم میشه پی دوم، یعنی زاویه‌هامون نقطه‌هامون با زاویه پی دوم رادیان از هم چرخش پیدا میکنن بردارشون. خب اینم از این. خب
مثال معادله آی دبلیو به توان 3 برابر با 8 رو حل کنید. ببینید بچه ها، ما میخوایم اینجا دبلیو رو به دست بیاریم دیگه در نهایت. خب پس آی دبلیو 3 برابر میشه با 8. حالا آی رو میبریم، دبلیو 3 رو تنها میذاریم اونجا، میشه 8 بر آی. خب ما گفتیم علاقه نداریم عدد موهومی ما مخرج باشه، پس صورت مخرج رو در آی ضرب میکنیم تا این آی از مخرج حذف بشه، میشه آی به توان 2، اینم 8 آی میشه که در نهایت میشه منفی آی 2 که برابر با منفی 1 هستش، اینم 8 آی میشه منفی 8 آی. پس W3 برابر شد با منفی 8 آی. خب ببینید ما اینجا میخوایم W رو به دست بیاریم، یعنی ریشه سوم این منفی عدد مختلط منفی 8 آی رو میخوایم به دست بیاریم، چون اگه از طرف این یه رادیکال با فرض 3 بگیریم در نهایت میمونه W برابر با منفی 8 آی. خب ببینید ما اینو به فرم نمایی بنویسیم اولش. خب آرمون برابر میشه با رادیکال قسمت حقیقی به توان 2 به علاوه قسمت موهومی به توان 2 که برابر میشه با 8 و همچنین تتامون هم ببینید تتان رو میتونیم با همیشه با روش همیشگی حل کنیم، یا اینکه میتونیم بگیم چون دایره مثلثاتیمون بعضی قسمتاش مشخصه، مثلا ببینید اگه رو محور اعداد حقیقی باشه یا زاویه‌مون صفره، یا اگه عدد منفی باشه اگه مثبت باشه زاویه‌مون صفره، اگه منفی باشه زاویه‌مون پی درجه پی رادیان هستش. خب اگه زاویه‌مون فقط از حالا این موقعی بود که عددمون فقط از قسمت حقیقی تشکیل شده بود، اگه فقط از قسمت موهومی تشکیل شده باشه مثل این، یعنی منفی 8 آی، حالا 2 آی میتونست باشه، منفی 8 آی میتونست باشه، هر ضریبی از آی تو این محور قرار میگیره. اگه مثبت باشه ضریبش اینجا قرار میگیره، پس میشه پی دوم، زاویه ما میشه پی دوم رادیان. اگه منفی باشه میفته اینجا که میشه در این صورت میشه 1 پی دوم، 2 پی دوم، 3 پی دوم، 3 پی دوم. الان منفی 8 مون اینجا افتاده، پس زاویه‌مون میشه چند؟ میشه 3 پی دوم، 3 پی دوم. حالا آرگومانمون رو میخوایم به دست بیاریم، اینو پاش میکنم. آرگومانمون برابر میشه با آرگومان زدمون برابر میشه با 3 پی دوم به علاوه 2 کا پی. خب اینم از آرگومانمون. پس در نهایت W3 برابر میشه با 8 ای به توان 3 پی دوم آی در 3 پی دوم به علاوه 2 کا پی. خب ببینید ما ریشه سومش رو میخوایم به دست بیاریم، پس کل این عبارت به توان 1/3 میرسه. W برابر میشه با 8 به توان 1/3 کمون میشه رادیکال 8 با فروژه 3، اینم میشه ای به توان خب ای به توان آی در 3 پی دوم به علاوه 2 کاپی به توان 1/3 میشه، که یعنی این توان 1/3 ضرب میشه به این توان. پس در نهایت میشه مخرج، یعنی اینها رو تقسیم بر 3 میکنیم که میشه آی در 3 پی دوم در 3 به علاوه 2 کاپی سوم، که اینو یه ذره حل کنیم میشه 2 در ای به توان آی در این 3 و 3 ساده میشه پی دوم به علاوه 2 کاپی سوم، 2 کاپی سوم. خب این شد فرم نمایی عدد مقدار W مون. خب گفتیم W ریشه سومونه دیگه، پس کامون برابر میشه با 0 1 2. خب به ازای کا مساوی 0 ما ریشمون اینجوری به دست میاد 2 در ای به توان خب اگه 0 رو جاگذاری کنیم اینجا رو میکنه 0، میشه پی دوم میمونه، میشه آی در پی دوم.
خب این میشه 2 در حالا طبق قضیه اویلر میشه کوسینوس پی دوم به علاوه آی سینوس پی دوم. خب کوسینوس پی دوم یا 90 درجه برابر میشه با یک، برابر میشه با صفر و سینوس پی دوم هم برابر میشه با یک. پس در نتیجه اینجا اگه صفر بشه اینجا هم یک ضرب در آی بشه میشه آی که در نهایت میشه 2 آی. خب این ریشه اولمون رو به دست آوردیم. ریشه بعدیمون کا برابر با یک برابر میشه با خب W یک برابر 2 ای به توان آی در خب اینجا رو یک بذاریم میشه 2 پی سوم. 2 پی سوم به علاوه پی دوم میشه 4 پی به علاوه 3 پی میشه 7 پی ششم. خب اینجا میشه 7 پی ششم برابر میشه با خب 2 در کوسینوس 7 پی ششم به علاوه آی سینوس 7 پی ششم. خب ببینید اینو دیگه لازم باید باشه که اینو با دایره مثلثاتی حل کنیم. خب 7 پی ششم میشه پی به علاوه پی ششم، پی به علاوه پی ششم اینجا هم میشه پی ششم ما. این پی ششمی که هستش خب اینجا کوسینوس مثبت، کوسینوس منفی هستش، سینوس هم منفی هستش. پس کوسینوس منفی کوسینوس پی ششم میشه اینجا با زاویه مرجع حساب میکنیم منفی کوسینوس پی ششم. پی ششم 30 درجه است، کوسینوس 30 درجه برابر با چی میشد؟ رادیکال 3 دوم. منهای رادیکال 3 دوم یه دونم 2 ضرب میشه منهای رادیکال 3. سینوس هم منفی میشه. سینوس 30 درجه برابر با 1 دوم منهای 1 دوم میشه ضرب در آی منهای 1 دوم آی، یه دونم 2 ضرب میشه منهای آی. این هم یکی از ریشای دیگه‌مون. حالا بریم سراغ آخرین ریشه که برابر میشه کامون برابر با 2 در نظر میگیریم. W2 برابر میشه با 2 در ای به توان آی در خب 2 رو جایگذاری میکنیم تو رابطه اصلیمون. 2 رو اگه اینجا جایگذاری کنیم میشه 4 پی سوم به علاوه پی دوم جمع کنیم میشه 3 پی به علاوه 8 پی میشه 11 پی ششم. میشه اینجا 11 پی ششم. خب اینو بخوایم حل کنیم میشه باز میکنیم کوسینوس 11 پی ششم علاوه آی سینوس 11 پی ششم. خب کوسینوس 11 پی ششم ببینید این میشه 2 پی منهای پیشم. اینجا پیشم یعنی یه 2 پی بریم بعد یه پیشم برگردیم عقب. این میشه خب کوسینوس اینجا مثبت، کوسینوس اینجا مثبت، سینوس اینجا منفیه. خب کوسینوس پی ششم برابر با رادیکال 3 دوم میشه، یه دونه هم 2 ضرب میشه میشه رادیکال میشه اینجا رادیکال 3. اینجا هم 11 پیشم هستش، سینوس 11 پیشم هستش که اینم میشه منفی 1 دوم، چون اینجا سینوس منفیه میشه سینوس پیشم برابر میشه با سینوس برابر میشه با منفی 1 دوم که ضرب در آی بشه منفی 1 دوم آی، ضرب در 2 بشه میشه منفی آی. اینم از این رادیکال 3 منهای آی. اینم از ریشه سوممون. خب این 3 تا ریشه رو به دست آوردیم. دقت کنید بچه این چون 3 تا ریشه هستش یعنی یه ریشمون 2 آی میشه یعنی میفته اینجا، یه ریشمون رادیکال 3 منهای آی میشه، منهای رادیکال 3 منهای آی میشه یعنی اینه تقریبا، و یه ریشمون هم اینه. ببینید یه سزلی منتظم تشکیل میده، یعنی در نهایت یه مثلث متساوی الاضلاع تشکیل میده. خب اینم از این سوال. بریم سراغ مثال بعدیمون.
مثال معادله مقابل را در مجموع اعداد مختلط حل کنیم. خب زدمون برابر با یک منهای آی بر یک به علاوه آی به توان 12 هستش. ما میتونیم اینو یک منهای آی رو بر یک به علاوه آی رو اول محاسبه کنیم. خب میشه یک منهای در مزدوج مخرج ضرب میکنیم، میشه یک به توان دو منهای آی به توان دو. این هم میشه یک منهای آی به علاوه آی به توان دو که میشه آی به توان دو برابر با منفی یک هستش. با این هست میشه منهای دو آی اینجا میمونه. اینم که منهای یک میشه، یه دونه منفی اینجا داره مثبت یک، با این میشه دو، در نهایت میشه منهای آی. حالا منهای آی رو جایگذاری میکنیم اینجا. زد به توان سه برابر میشه منهای آی به توان 12 که اینو میتونیم بنویسیم آی به توان 12 میتونیم بنویسیم. اینم میشه آی به توان دو به توان 6. اینم میشه منفی یک به توان 6 که برابر میشه با مثبت یک. پس زد به توان سه مون برابر شد با مثبت یک. خب اینو باید به فرم قطبی بنویسیم. فرم قطبیش اینجوری میشه زد به توان سه. این زد به توان سه ببینید، حالا زد به توان سه بمونه. ما مثبت یک رو میخوایم به فرم قطبی بنویسیم. خب یکمون اندازمون اندازه آرمون، یعنی آرمون برابر میشه با یک، چون خب قدر مطلق یک رو میخوایم به دست بیاریم، اندازه یک رو میخوایم به دست بیاریم، برابر با یک میشه. تتامون هم که خیلی راحته به دست آوردنش. ببینید این صفحه مختلفمون باشه، یک اینجاست دیگه، روی محور اعداد حقیقیمون هستش. خب اینجا رو خودشه دیگه، جابجا نشده که. خب یعنی زاویه‌مون چنده اینجا؟ تتامون اینجا صفره. خب اگه آی بود میشد تتامون برابر میشد با پی دوم یا 90 درجه. اگه منفی یک میشد یا منفی دو یا منفی سه، اینجا میافتاد تتامون برابر با پی رادیان یا 180 درجه میشد. تا اینجوری پیش میره. خب پس اینجا تتامون برابر با و تتامون هم برابر با 0 درجه یا 0 رادیان. آرگومان زدمون برابر میشه با 0 به علاوه 2 کا پی که برابر میشه با 2 کا پی. خب اینم از این. حالا میایم به فرم اینو در نهایت زد به توان سه مون برابر میشه با، خب آرمون که یکه، ضرب در ای به توان دو کا آی در دو کاپی میشه. حالا یکمون رو ضرب نمیکنه، میشه ای به توان آی در دو کاپی. این زد به توان سه مون در نهایت به این شکل در میاد. خب حالا ما ریشه سوم رو میخوایم به دست بیاریم دیگه. ریشه سوم رو میخوایم به دست بیاریم، پس زد ما یعنی به توان یک سوم میبریم طرف این رو. در این صورت زد ما برابر میشه با ای به توان آی در دو کاپی سوم. خب اینم از این، یعنی این فرم نهایی ما هستش. از این استفاده میکنیم و کامونم برابر با 0 و 1 و 2 میشه. خب به ازای کام مساوی 0 1 2، چون ما ریشه سوم رو میخوایم به دست بیاریم، تا n منهای 1 باید جلو بریم. خب اگه اینم از کامونه. خب اگه کامون برابر با 0 در نظر بگیریم، W صفر یا ریشه اولمون میشه خب ای به توان، خب به جای کا 0 در نظر میگیریم میشه کلا 0 آی یا آی در 0. خب ریشه توان برابر با 0 میشه، پس ای به توان 0 برابر با 1 میشه. این ریشه اولمون. اگه کا رو برابر با 1 در نظر بگیریم، در این صورت W1 مون برابر میشه با ای به توان یک رو جایگذاری کنیم، میشه دو پی سوم. دو پی سوم آی یا آی در دو پی سوم، هیچ فرقی نمیکنه.
میشه که اینو با استفاده از فرمول اویلر باز میکنیم، میشه کوسینوس 2 پی سوم به علاوه آی سینوس 2 پی سوم. خب اینو اگه حل کنیم در نهایت، خب اه، از اینجا این میشه پی منهای پی سوم، زاویه مرجعمون میشه پی سوم. کوسینوس پی سوم، کوسینوس هم در ناحیه دوم قرار میگیره، منفی میشه کوسینوس پی سوم برابر میشه با 1/2، یه دونه هم منفی داره، میشه منفی 1/2. اینجا هم میشه رادیکال 3/2، پی سوم هستش دیگه. پی سوم، سینوس پی سوم برابر میشه با رادیکال 3/2 در آی، میشه رادیکال 3/2 آی. سینوس هم دقت کنه اونجا در ناحیه دوم مثبت هستش، میشه مثبت رادیکال 3/2 آی. خب اینم یکی از ریشامون. خب حالا کامون برابر با 2 بشه. در این صورت W2 برابر میشه با E به توان، خب به جای K2 میذاریم اینجا، میشه 4 پی سوم، پس میشه 4 پی سوم آی که برابر میشه با طبق روش رابطه اویلر، میشه کوسینوس 4 پی سوم علاوه آی سینوس 4 پی سوم برابر میشه با، خب کوسینوس 4 پی سوم حالا پی به علاوه پی سوم میشه که میفته ناحیه سوم که اونجا کوسینوس منفیه و در نهایت میشه کوسینوس منفی کوسینوس پی سوم که برابر میشه با منفی 1/2 و سینوس هم اونجا منفی هستش، اونجا میشه منفی سینوس پی سوم هم که میشه منفی رادیکال 3/2 آی منهای رادیکال 3/2 آی. اینم از ریشه سوممون، اینم آی شد. خب پس یک ریشهمون 1 شد، ریشه دیگه‌مون منفی 1/2 به علاوه رادیکال 3/2 آی و ریشه سوممونم منفی 1/2 منهای رادیکال 3/2 آی. اینم از این. خب مثال جوابهای معادله z به توان 2 منهای 4z مثبت 5 برابر با 0 رو حل کنید. ببینید ما این رو قبلا به روش دلتا حل می‌کردیم. هر معادله درجه 2 به فرم ax2 علاوه bx و علاوه c برابر با 0. خب دلتا رو اینجوری تعریف می‌کردیم، برابر میشد با b2 منهای 4 برابر a در c. خب اینجا آمون برابر با 1 هستش، بیمون برابر با -4 و سیمون برابر با 5 میشه. دلتامون برابر میشه منهای 4 به توان 2 منهای 4 برابر آ در سیمون هم برابر با 5 میشه. خب میشه این هم در نهایت 16 منهای 20 که در نهایت میشه منهای 4 که کوچیکتر از 0. دلتامون کوچیکتر از 0 شد. خب ما اینو میگفتیم معادله فاقد ریشه حقیقی هستش. خب تا اینجا تموم میشد، ولی الان نه، الان تموم نمیشه، الان اتفاقا داره شروع میشه. ما جواب داریم، ولی طبق قضیه اساسی جبر هر معادله چند جمله‌ای از درجه n با ضرایب مختلط یا حقیقی دقیقاً n ریشه در مجموع اعداد مختلط دارد. باید اینم در نظر داشته باشیم که تکرار ریشه ها هم در نظر بگیریم. پس اینجا که این معادله درجه 2 هستش ما 2 تا ریشه داریم، ولی نه در حوزه اعداد حقیقی، در حوزه اعداد مختلط. خب چجوری به دست می آوردیم؟ خب این 2 تا ریشه رو به شکل z1 و 2 در نظر میگیریم. میشد منهای b مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2.
خب پس زد 1 و 2 مون برابر میشه منهای بی مون میشه -4، یه دونه منفی ضرب میکنیم میشه -4، مثبت منفی رادیکال دلتا مون هم -4 شد، تقسیم بر 2 برابر 1 2 که میشه 2. خب ما میدونیم رادیکال آ بی برابر هستش با رادیکال آ در رادیکال بی. خب اینو تجزیه میکنیم میشه -4 مثبت منفی رادیکال منهای 1 در رادیکال 4 تقسیم بر 2. اینجا رو پاک کنم. خب ببینیم بچه زد 1 و 2 مون در نهایت به این فرم میشه. اه، اینو تو پارانتز بنویسم مثبت منفی رادیکال منایی که 1 در رادیکال 4. خب رادیکال منفی 1، این رادیکال منفی 1 واحد موهومی ما هستش، بای نشون میداریم. خب پس و میتونیم بنویسیم چون داریم در حوزه اعداد مختلف کار میکنیم. این -1 رو الان میتونیم بنویسیم، رادیکال -1 رو. پس میشه -4 مثبت منفی آی در رادیکال 4 میشه رادیکال 4 آی تقسیم بر 2. خب اینو اگه حل کنیم ساده کنیم زدیه که ما میشه خب 2، اینو تقسیم میکنیم به هر دوتاشون تقسیم میکنیم میشه 2 یه بار مثبت در نظر میگیریم، مثبت رادیکال 4 هم برابر با 2 آی میشه، رادیکال 4 آی میشه 2 آی تقسیم بر 2 میشه آی. یکی میشه پس زد 1 برابر میشه 2 مثبت آی، زد 2 مونم فقط یه دونه علامتش تغییر میکنه میشه 2 منهای آی. خب این از ریشه ها. پس 2 تا ریشه در حوزه اعداد مختلف به دست آوردیم. خب اینم از این سوال. تمرین داریم. اگر z1 و z2 ریشه‌های غیر حقیقی معادله z به توان 4 برابر با 1 باشن مقدار عبارت زیرا به دست بیاورید. خب ببینید بچه ما اینجا میایم این ریشه چهارم 1 رو به دست میاریم، فقط اون ریشه های غیر حقیقی رو انتخاب میکنیم، جایگذاری میکنیم، به توان میرسونیم و در نهایت به جواب a برابر با مثبت a برابر با 32 میرسیم، به این جواب میرسیم a مساوی 32. خب اینم از این. تمرین داریم. بازم معادله z برابر با رادیکال منهای 8 منهای 8 رادیکال 3 با پروژه 4. خب ریشه چهارم این عدد رو میخواد، باید اینو حل کنید که در نهایت به 4 تا ریشه میرسیم. یکی مثبت رادیکال 3 منهای رادیکال 3 مثبت آی منهای 1 منهای رادیکال 3 آی و رادیکال 3 منهای آی. ببینید بچه‌ها این تمرین‌ها خیلی مهم هستن، سعی کنید این تمرین‌ها رو حل کنید. قبل اینکه من بازم تاکید میکنم دارین وقتی ویدیوها رو تماشا میکنید میبینید قبل اینکه من حل بکنم خودتون یه تلاشی بکنید که سوالا رو یه حلی بکنید. من تمام سعیم میکنم که چیزی از قلم نیفته، تمام جزئیات رو میگم که شما اگه ایراد اشکالی هم داشتین تو دبیرستان و اینا همشون اینجا رفع و رجوع بشه. امیدوارم موفق باشید و اینکه اگه این ویدیو برای شما مفید بوده برای دوستاتون و هر کسی که نیاز به این آموزش ها دارن معرفی کنید. خسته نباشید.